سلام، حالتون چطوره؟ از روز سوم اومدنم به شمال. روز اول که رفتیم باغ براتون ویدیو گرفتم. روز دوم مشغول جمع کردن و حالا شکستن اون زیتونا بودیم. امروز هم روز سومه. وای این چند روز انقدر کار کردم کمرم خیلی درد میکنه. بعد اینکه صبحم پریود شدم اصلا نگم براتون که اصلا حال ندارم. با وجود اینکه من محال بیام شمال و اگه دریا نرم تو دلم میمونه، امروز تصمیم گرفتیم با دوستامون بیایم دریا. ولی میگم روز اول پریودمه و خیلی 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 زیاد حالم بده. حالا باز اگه تونستم و اینا براتون ویدیو میگیرم. امروز قراره کلا با انزلی و رشت و اینا بچرخیم که ادامه ولاگ رشتم باشه براتون بذارم. ببینیم چطوریه دیگه. منم امروز با آسمون ست کردم. میدونین همه چیش خوبه ها، ولی همیشه کثیفی انزلی خیلی آدم اذیت میکنه. یعنی هر تیکش رو که میری کلا کثیف، آشغال ریخته شده، هیچ جای تمیز و خوشگل پیدا نمیکنی و اینش خیلی 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 بده. حیف این آسمون، حیف این دریا، خرابش کردم. هر جا میری کلا آدما دلشون میخواد که از این موسیقی ها پخش کنن. من نمیدونم صدای طبیعت چه مشکلی داره که دوست ندارم به صدای طبیعت گوش کنن. یه دوست دارن که هر جا میرن یا جیش داره. محمد همونه، هر جا میری اول جیش داره. بازم بالا. بله بله. مهمون داریم. حالا اخماش تو همه. روزی خانوم. روزی خانوم سلام کن. بگو سلام. بگو. سلامت نمیاد؟ اوه خیلی عجیبه. شما لحظه گرفتن تکاف هواپیما. چه ویوی محمد. یعنی من هر وقت میام رشت همیشه این جمله رو میگم که شده یک مدت کوتاه از زندگی ما دلم میخواد که رشت
انقدر گشتمون بود اومدیم یه جا توی یکم محله های کوچیک نزدیک فرومه نهار خوردیم. غذاش خیلی خوشمزه بود، حجم غذاش خیلی زیاد بود و قیمتش هم خیلی مناسب بود، ولی واقعا دیگه بچه‌ها کلا خیلی گشنشون بود، حمله کردن، چیزی از غذا باقی نمون. یعنی من خودم هم یادم رفت که ویدیو بگیرم. اینکه جاده خالیه. کلا رشتی‌ها یه عادتی دارن که خیلی گوشت میخورن، یعنی کباب خورای قهاری هم. ولی خب واقعا کبابا توی رشت هم خیلی تنوع داره، هم معمولا خیلی خوشمزه است. ولی خب من خودم خیلی کبابی نیستم، یعنی میرزا قاسمی و بیشتر از کباب دوست دارم، اینطوری بگم براتون. ولی خب معمولا کبابای خیلی خوشمزه رو شما میتونید توی رشت امتحان کنید.